توضیح بدید من چون که کجای مملکت دست اجازه بدید آقای پزشک مظلومه، پزشک خیلی پزشک سرمایه‌دار، پزشک مظلومه چون با امثال شما تو جامعه طرف. حتما ببینید ما با امثال ما اجازه بدید حتما با امثال من طرف. شما دارید با پوشش بیمه 90% فقط 10% از جیب میدین. شما عمل جراحی قلب رو جیبمون رفته. بله اجازه بفرمایید. شما الان پرکیس 200 میلیونی نداری؟ دوست عزیز ما هم جامعه شناسی داریم که به علت در واقع کلاهبرداری دور از جون شما الان زندانه. اون 200 میلیونی کلاهبرداره؟ پزشکی که پرکیس 200 میلیون میگیره کلاهبرداره؟ آره زمین من اگه یه مستاق از شغل شما بیارم این مستاق نیست. شما سقف پرکیس چنده؟ میخواین در مورد آموزش دکترا میام چیزی؟ نه سقف پرکیس چنده؟ شما میخواین سقف درآمد پزشکی در بیمارستان دولتی چنده؟ لطفاً اعلام کن. آقای دکتر من الان به دوربین نگاه میکنم. اجازه بفرمایید. اعلام کن. بنده استاد تمام اجازه بفرمایید. استاد تمام دانشگاه با پایه 21 رئیس انجمن بیهوشی کشور، معاون سازمان نظام پزشکی، شاگرد اول تمام دوران و رتبه برد کشور، پرکیس بنده در ماه‌ها در حداقل 8 ماه از این قبل از این زیر 2.5 میلیون تومان. خدا خیرتون بده. یعنی شما از کارگر الان درآمدتون کمتر بمیرم. الان من سوالم اینه. شما نه یه ادعایی الان دوست داشتی عدد 20 میلیونی بشنوید. اعلام کن. شما حقوقت چقدره؟ سقف پرکیس پزشک در بیمارستان چنده؟ آقای دکتر حسینی من دیگه داشارم وقت بدم. اجازه بدید. اجازه بدید. شما سقف پرکیس پزشک رو نگفتید. در نظام دولتی سقف پرکیس پزشک چنده؟ آقای دکتر حسینی چرا این سوال من جواب نمیدید؟ آقای دکتر حسینی سقف پرکیس پزشک چنده؟ آقای دکتر عزیز پزشک در بیمارستان چقدر میتونه پول بگیره؟ خیلی کمتر از هر لطفاً سقفش رو اعلام کن. من خودم اعلام کن. آقای دکتر شما سقف پرکیس پزشک رو اعلام کن. مغلطه چیزی بلد آقای دکتر حسینی درآمد پزشک رو اعلام کن. سقف درآمد پزشک از خیلی از امثال شما کمتره در این جامعه. بله از امثال من کمتر حقوق آقای دکتر حسینی اجازه بدید. شما چرا اعلام نمی‌کنید؟ دو سه تا چرا اعلام نمی‌کنید؟ اعلام کردن روی شما اعلام کن. درآمد سقف پرکیس پزشک چنده؟ آقای دکتر اعلام کن. خواهش می‌کنم تشریح داشته باشید. وقتی شما با عنوان پزشک منافع میبرید از چی؟ تعداد کم پزشکان. چجوری باید با آمارهای من مخالف نباشید؟ اصلا آماری نداره داخل شما. عرض میکنم. آماری شما من عرض میکنم ولی شما چرا نباید مخالف باشید با آمارهای من؟ چرا یک پزشک در روز 120 تا بیمار ویزیت میکنه؟ میدونید با 120 نفر فداکاری میکنه. شما باید سقف بذارید. با 120 نفر میشه سلام علیک کرد. چرا یک پزشک اون پزشکای معروفی که شما میگید نه آقای دکتر رفتاری رو آقای دکتر اصلا رابطه پزشک آقای پزشک چرا یک پزشک در روز 15 تا عمل قلب میکنه در حالی که معروف هم نیست؟ 15 تا موتورسیکلت میشه درمان کرد؟ میشه تعمیر کرد؟ 15 تا موتورسیکلت میشه درمان کرد؟ مسئله این است شما اگر ورودی ها را کنترل نکنید بازارتون چی؟ از یک دستی در میاد. ببینید دلیل دفاع شما از بالا نرفتن ورودی های پزشکی به هم خوردن بازارتونه. چرا؟ بذارید بهتون بگم. ما از قرقیزستان، از مغولستان، از سوریه و کشورهای جنگ زده کمتر پزشک داریم. به ازای هر 10,000 نفر در ایران بین 11 تا 16 پزشک داریم. به ازای هر 10,000 نفر در سوئد 54 پزشک داریم. به ازای هر 10,000 نفر در روسیه 43 پزشک داریم. به ازای هر 10,000 نفر در کشور مالت 38 تا پزشک داریم. در ایران 11 تا پزشک داریم. یک پزشک 34 برابر معلم درآمد داره. 10 برابر مهندس درآمد داره. دلیل عدم ورودی همینه. اینجوری نیست. فیش بهتون نشون بدم. حتما اجازه بفرمایید. فیش بهتون نشون بدم. پزشک شما 1 میلیارد و 800 شما مصادیق شما در مصادیق ساده اطراف خودتون رو بس میدیم به جامعه. مصادیق ساده نظام پزشکی سوئد ساده. شما میرین سر کوچه یه دونه مطب شلوغ میبینید میگه همه مطب‌ها شلوغه. میگه من یه جای سخنرانی نفر سوئد شما اصلا 54 پزشک داره. آقای قاضی‌زاده درست گوش ندادید که شما بذارید بهتون بگم ایران بهشت پزشک متخصصه نیست و جهنم رزیدنته. میدونی چرا جهنم رزیدنته؟ به خاطر که پزشک متخصص میده رزیدنت ویزیت میکنه پولش پزشک متخصص میگیره. اینجور نیست؟
اینجوری نیست تو بیمارستان؟ من اصلا تعجب میکنم. شما کاش تعجب میکنید؟ اطلاعاتی هم با خودتون میآورد. شما مصداقی، شما امروز صبح راه افتادین یه دونه مطلب دیدین. از شما بپرسم مهاجرت میکنن به آمریکا، کدوم بخش از آمریکا الان پزشک از ایران میپذیره؟ اصلا مدرک پزشکی ایران مگه آمریکا میپذیره؟ مگه کانادا میپذیره؟ بله رفتم. من مدت آمریکا بودم. شهری که من رفتم بله رفتم. در آمریکا مدرک پزشکی ایران اصلا پذیرفته نمیشه. در کانادا شما برید، من پزشک ایرانی دیدم در کانادا داره فروشندگی مغازگی میکنه. چی میگی شما؟ اصلا نمیپذیرن. اگه اینجا وضعش اینقدر بهش به خاطر که اینجا درآمد تولید میکنه، اونجا خرج میکنه. عزیزم تمام نورسبنک‌ها پزشکای پولدار ایرانی هستن. فکر میکنید من ندیدم؟ پس چرا فروشندگی میکنه؟ به خاطر که پزشکی بساز بفروشی میکنه. عزیز من پول از مردم ایران گرفته، اونجا داره بساز بفروشی میکنه. بالاخره فروشندگی میکنه، بساز بفروشی میکنه. اینجا اگه بهش الان بحث سر شغلشه. من واقعا تعجب میکنم. کاش یه خود آماری هم نگاه آقای دکتر کجا شما به آمریکا کانادا مهاجرت داشتی؟ آقای دکتر کجا؟ مطابق قانون کانادا شما بدید دوباره اونجا امتحان بدی. خب این که 5 سال کار کنید مگه میپذیرن؟ شما در ایران درآمد تولید کردی، در آمریکا کانادا خرج کردی. آقای دکتر حسینی در نورس ونکوور تمام پزشکان ایرانی زندگی میکنن، از ایران پول در میاد اونجا خرج میکنن. فکر می‌کنی 6 ماه ایران 6 ماه کانادا یعنی چی؟ یعنی 6 ماه ایران پول در بیاره 6 ماه کانادا خرج کنه. خدا نکنه تو سیستم درمانی ایران سرطان بگیری. خدا نکنه تو سیستم درمانی ایران سکته بکنی. خدا نکنه. دیگه 80 میلیون به حساب من بریز. دیگه 80 میلیون به حساب من بریز تا عملت کنم. اینجوری نیست. اینجوری نیست. من از مردم عزیزمون میپرسم کی رفتن در مطب پزشکی تا حالا نگفتم پول بریز بعد عملت میکنم. اجازه بدید صدای شما پخش خب خیلی من تشکر میکنم. ولی من تک تک نیست. بله ایران در مردمی که مریض دارن میفهمن حسین از بلند صحبت کردن آمار غلط رو درست نمیکنه. شما صداتون رو بلند میکنید و با اعتماد به نفس صحبت میکنید و آمارتون رو سعی میکنید که درست اعتماد به نفس صحبت. نه والا خیلی اعتماد به نفس. با بلند صحبت کردن شما آمار غلط درست نمیشه. اجازه بدید شما بحث رو ادامه بدیم ما بریم خونه. آقای دکتر حسینی اجازه بدید شما مباحث رو گفتید. لطفاً بگید سقف حقوق پزشک چنده؟ فقط ایشون صحبت کنه. ایشون صحبت کنه. خواهش می‌کنم آقای دکتر بفرمایید. نه بفرمایید بشینید اصطلاحات مطرح وقت میدید. حالا تعداد پزشکا زیاد آقای دکتر مشکلات خواهش می‌کنم بفرمایید بشینید. بفرمایید. ببینید من اصلا استدلالم نیست که درمان محوری میانم. من استدلالم این است که درمان داره از مرض مردم پول در میاره و این یه بازاره و هرچه مردم بیشتر مریض بشن درآمد بیمارستان افزایش پیدا میکنه. اصلا من یه سوال بپرسم، اگه مردم مریض نشن بیمارستانای ما اداره میشه؟ حقوق میتونن بدن خدا وکیلی؟ اگه ماشین خراب نشه چرا در کشورهای دیگه اینجوری نیست؟ چرا در آلمان از مریضی مردم پول در نمیارن؟ از چی پول در میارن؟ از سلامت مردم. اون نظام سلامت یه ساختاری داره بر اساس بله ساختار الان به نفع طبقه سرمایه‌دار پزشکی. یعنی منوی بیمارا رو ما باعث میشیم. نه شما استقبال میکنید و شما تقاضای القایی تولید میکنید. اگر انحصار وجود نداشت شما تقاضا القایی تولید نمی‌کردید. اگر اندازه مغولستان پزشک داشتیم آقای حیدری آزمایشگاه پزشک نمی‌نوشت برو از فلان آزمایشگاه برای منشی درمان بگیر، از فلان MRI درمان بگیر. این کار در کشورهای جهان جرمه. شما سوالت خودتون رو معرفی کنید. بله من صفرم. بله من خیابانیم. همه اینها هستم ولی جواب بدید چرا پزشک پشت نسخه می‌نویسه برو از فلان آزمایشگاه؟ چرا ندیدین مردم عزیزمون؟ شما ندیدین که پزشک پشت نسخه می‌نویسه برو فلان آزمایشگاه؟ اجازه بدید آقای دکتر حسینی خواهش می‌کنم. این کار در جهان جرمه. من وقتی حرف میزنم همتون حرف میزنید. نداره من مجبورم صدام